أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 88 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 89 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس التاسع و 80، یعنی درس 89. الدرس التاسع و 80، درس 89. درس 89 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن و از یاد کردن دارد. صاحب کتاب میگوید شبعانو. شبعانو یعنی سر، بسیار سر. شبعان یعنی سر. جمعش می شود شباعون، یعنی سرها. شباعون سرها. شبعان این مذکر هست. شبعان یعنی مردی سر. شباعون یعنی مردهای سر. این شبعانو غیر منصرف است. سبب غیر منصرف شدنش الوصفیت مع زیادت الالف و نون هست. یعنی یکم که صفت است، دویم الف و نونش زیادی است، برای همین خاطر غیر منصرف است. و کلمه شبعانو، شباعون، اصل ریشه کلمهش از باب چهارم هست. شبع یشبعو هست. شبع یعنی سیر کرد، یشبعو سیر میکند. پس میگوی شبعتو یعنی من سیر کردم. شبعتو یعنی من سیر کردم. پس شبع یشبعو از باب علم یعلمو، از باب چهارم هست اصل کلمه شبعانو. بعد از این میگوید جوعانو. جوعانو یعنی گشنه. جوعان گشنه. جمعش میشود جیاعون، یعنی گشنه ها. این هم برای مذکر هست. جوعانو یک مردی گشنه، جیاعون مردهای گشنه. اکنون جوعانو همچنین به مثل شبعانو الوصفیت مع زیادت الالف و نون سبب شد که جوعانو غیر منصرف است. اما ریشه کلمه چی است؟ جوعان یعنی گشنه. این از باب نصر ینصرو است، اما اجوفی واوی هست، به مثل قال یقولو است. یعنی جاع یجوعو هست. جاع یعنی گشنمون. جاع عین قطی. اگر جاع به همزه بگیم به معنای آمدن هست، اما جاع به همزه باشد به معنای گشنموند. جاع گشنموند. یجوعو گشنه میماند. یجوعو گشنه میماند. اگر بگوی که من گشنه ماندم میگوی جعتو، یعنی گشنه ماندم، به مثل قلتو. اگر بگوی تو گشنه ماندی میگوی جعته، به مثل قلته. جعته یعنی تو گشنه ماندی، واو حذف میشود. پس ریشه کلمه جوعان جاع یجوعو از باب نصر ینصرو اجوفی واوی هست. بعد از این میگوید شطرنجون یا شطرنجون. هر دوشم آمدگی است در لغت. شطرنج یا شطرنج. شطرنج همون شخمت میگوییم یا شاهمت. همون شاهمت یا همون شخمت. بعد از این میگوید داما. داما این ششکه هست. داما ششکه در صورت هست چطوری که اینها را من اصلا فرق بین اینها نمیروم. اگر میفهمید پس این در صورت هست، اما در لغت داما را ششکه میگوید. بعد از این میگوید
بطل. بطل یعنی قهرمان، یا بطل میتونه بگیم برنده مسابقه. مثلا مسابقه میشود، برنده همون رو، کسی در مسابقه غالب بیاید همون رو میگن بطلون، یعنی قهرمان، برنده مسابقه. جمعش میشود ابطالون، برنده های مسابقه یا قهرمان ها. بسهولتین، با آسانی. بسهولتین یعنی با آسانی. بیان، بیان یعنی بیان کرد. بیان بیان کرد. فعل مضارع می شود یبینو، بیان میکند. مصدرش تبیینون، بیان کردن. پس بیان از 22 باب صرفی از باب 8 هست، از باب فرح یفرح تفریحا هست. پس میگیم بیع یبیع تبییعا. تبییعا. بیع یعنی بیان یبین تبیینا. بیانه بیان کرد، یبینو بیان میکند، تبیینا بیان کردن. بعد از این میگوید عدمون. عدمون یعنی نیستی. عدم یعنی چیزی که نیست، وجود نداره رو میگن عدم، یعنی نیستی، نیست. الله سبحانه و تعالی ما شما رو از عدم خلق کرد، یعنی اصل ما وجود نداشتیم، الله ما رو خلق کرد. پس عدمون نیستی. بعد از این میگوید طعیمه. طعیمه یعنی غذا خورد، اوقات خورد، طعام خورد. فعل مضارعش یطعمو، طعام میخورد، غذا میخورد. مصدرش طعمون یعنی طعام خوردن، غذا خوردن. طعیمه یطعمو از 22 باب صرفی از باب 4 هست. طعیمه به مثل علمه، یطعمو به مثل یعلمو از باب 4 هست. بعد از این میگوید ارضا. ارضا یعنی راضی گردانید. این ارضا اصل از ثلاثی مجردش راضیه بود. راضیه یرضا. راضیه یعنی راضی شد، فعل لازم بود. وقتی که ما راضیه یرضا از باب 4 را باب 7 بردیم، باب ارضا یرضی بردیمش، متعدی می شود. از این حساب میگیم که ارضا راضی کرد، نمیگیم راضی شد. راضی شد فعل لازمه، راضی کرد. این ارضا در اصل ارضا یو بود. ارضا یو بود. یا که یا در آخر کلمه که آمد، یا یای متحرک ما قبل مفتوح را قلب به الیفش کردیم، پس می نویسیم که ارضا. این به شکل یا نوشته بشد اما این الیف است، الیف مقصوره. ارضا یعنی راضی شد. ارضا راضی شد. فعل مضارعش یرضی، راضی می شود. مصدرش ارضاء، راضی شدن. پس دقت دادید از باب اکرم یکرم و اکرامون هست، یعنی از باب 4 رو ما باب 7 بردیم. پس دانستن بابا فایدهش در این است، یعنی بابهای صرفی را ما برای چه رقم میگذاریم، با رقم میگوییم، زیرا که فایدهشون در همین است. پس باب 4 بود راضیه، راضی شد. راضیه را بگوی راضی کرد غلط است، زیرا که فعل لازم است. راضیه نه راضی شد. اما باب 7 میبریم ارضا، ایجا را اگر بگوی راضی شد غلط است، زیرا که راضی شد فعل لازمه. این ارضا فعل متعدی است. ارضا یعنی راضی کرد. ارضا راضی کرد. بعد از این میگوید خلقه. خلقه یعنی خلق کرد، با وجود آورد. یخلقو خلق میکند، با وجود میارد. خلقون خلق کردن، با وجود آوردن. پس خلق یخلقو از 22 باب صرفی از باب 1 هست، از باب نصر ینصرو است. خلق به مثل نصر، یخلقو به مثل ینصرو. و احیا. احیا یعنی زنده گردانید. احیا زنده گردانید. احیا اصل حی یحییو از باب 4 هست. حی
پس میگیم حیه یعنی زندگی کرد، حیه یا زنده شد، زندگی کرد. وقتی که حیه از باب چهارم است، مضاعف است، ما بابی هفتم میبریمش، میشود احیا، احیا. پس احیا یعنی احیا یعنی که زنده کرد، فعل متعدی است. احیا زنده کرد. این احیا اصل احیایو است. به این طریق دقت بتید، احیایو. یای متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنیم، میشود احیا. دقت دادید؟ احیا زنده گردانید. یحیی زنده میگرداند، احیاء زنده گرداندن. پس از 22 باب صرفی باب هفتم است، از باب اکرم یکرم و اکرامون هست، اما این مضاعف است. این مضاعف است. احیا یحیی احیاء، احیا زنده گردانید، یحیی زنده میگرداند، احیاء زنده گرداندن. اینم متعدی است. حیا زنده شد یا زندگی کرد، اون لازم بود، ثلاثی مجردش لازم بود. ثلاثی مزید باب هفتم برده متعدی شد. خب اینجا باز یک سوال، اون سوال این است که ما حاضر گفتیم که احیا اصلش چی بود؟ احیایو بود، نه؟ حاضر گفتیم احیایو بود، احیایو. پس ما گفتیم یای متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنیم، نویستیمش احیا، الف دراز قطعی نویستیم، دیدید؟ پس ارضا ما گفتیم اصلش چی بود؟ ارضا یو بود. گفتیم یای متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنیم، چی نویستیمش؟ ارضا. دقت دادید؟ این را ما به الف مقصوره نویستیم، این را به الف دراز نویستیم. پس هر دوشم از باب هفتم است، هر دوشم اصلشون یا بود قلب الف شد. پس چرا این کار کردیم؟ ارضا به این طور نوشته می شود، احیا به این طور. سببش در چی است؟ این سببش در همین است که به خاطر آنه که وقتی که ما در فعل مضارع می رویم، اگر بگیم که دقت بتید، برای همین سبب، این سبب بدونید، برای همین اینا ما با الف دراز می نویسیم. نام یحیا، ببینید یحیا، این طریق می نویسیمش. اگر ما با مثل ارضا با این الف بنویسیم، با الف مقصوره بنویسیمش، پس می شود یحیا، این طریق. دقت دادید؟ یحیا. اما این طریق نمی نویسیمش. چرا؟ زیرا که این را اگر ما یحیا بنویسیم، یک نام دیگر داریم، نام یحیا. یحیا یعنی که یحیا نام آدم، یحیا نام انسان. پس مشابه به این می شود. برای همین خاطر ما این را با الف نویستیمش. پس ما می نویسیم در فعل مضارع که یحیا، این طریق، تا اینکه فرق کند. اگر الف را دیدید بدون فعل مضارع است، یحیا یعنی زنده می گرداند. دقت دادید؟ اگر به این طریق باشد زندگی می کند یا زنده می شود، فعل مضارع است. اما اگر به این الفی مقصوره به این طریق باشد یحیا، بدانید اون اسم است، نام هست، نه اینکه فعل مضارع. برای آن همون سبب شده این را به الف نوشتن. سبب به الف نوشتنش اکنون در ذهنتون داشته باشه. چرا اکنون اینجا در ارضا را به این طریق می نویسن، احیا را به این طریق؟ علتش همین است، سببش همین است. برای اینکه یحیای فعل مضارع با یحیای نام آدم فرقش کنیم. از کجا فرقش کنیم؟ یحیا، یک کلمه را میگیم یحیا، از کجا در نام آدم است یا فعل مضارع؟ پس از نمی نوشتن میدونیمش، از نمی نوشتنش میدونیم. اگر الف قطعی باشد فعل مضارع است، اگر که الف مقصوره به مثل یا نوشتگی باشد نام آدم هست. خب این نازکی های زبان عربی. بعد از این میگوید اماتا. اماتا یعنی میرانید. اماتا از ماتا یموتو گرفته شدگی است. ماتا یموتو اصلا از باب یکم بود، از باب نصر ینصرو بود. ماتا مرد، یموتو میمورد. اما ماتا را ما آوردیم بابی هفتم، می شود اماتا.
اصلش اموته، اون موته در اصل موته، واوی اون الف موته. وقتی باب هفتم بردمش میشه اموته. واو حرکت دارد، برای واو حرف علت است، حرکت براش ثقیل است، به ما قبلش میتیم واو رو در محل حرکت قلب الف میکنیم، میشه اموته، میشه اموته. این الفی که میبینید این در اصل واو هست. پس اموته باب یکم رو باب هفتم بردیم، شد به معنای میرانید، فعل متعدی شد. موتم مرد فعل لازم بود، اموته میرانید فعل متعدی شد. پس میگیم اماته یومیتو اماتتن. پس باب هفتم است، اکرم یکرم اکرامن. اماته میرانید، یومیتو میراند، اماتتن میرانیدن. بعد از این میگه رزقه. رزقه یعنی رزق داد، رزق و روزی داد. یرزقو رزق میدهد، رزق و روزی میدهد. رزقون رزق دادن مصدر. پس رزق یرزقو یعنی رزق داد، رزق میدهد. از 22 باب صرفی از باب یکم است، از باب نصره ینصرو است. رزق به مثل نصره، یرزقو به مثل ینصرو. بعد از این میگوید ادخله. ادخله یعنی داخل کرد، ادخله در آورد، داخل کرد. این ادخله فعل ثلاثی مجردش دخله هست. ما دخله یدخلو رو از باب نصر ینصرو رو باب هفتم آوردیم، گفتیم ادخله یدخلو ادخالن. پس دخله فعل لازم بود، دخله محمدون، محمد در آمد، اونجا در آمد ترجمه میکردیم. دخله به معنای در آمد فعل لازم است. اما ادخله وقتی باب هفتم میبریم به معنای در آورد، در آمد نمیگیم دیگر، میگیم در آورد، زیرا که این متعدی است. فایده بابای عربی را دیده چی است؟ پس ادخله در آورد، یدخلو می در آورد، ادخالا در آوردن از باب هفتم هست. باب یکم رو ما باب هفتم بردیم برای متعدی کردن، زیرا که ما خونده بودیم که فعل لازم اگر میخوایی فعل متعدی کنی باب هفتم بر، یا باب هشتم بر، یا باب نهم بر، یا باب 15 بر، فعل لازم متعدی میشود. اما یا فعل ما میتونیم سه هم 4 باب گفتگی ما بریم؟ نه، عرب با کدام باب بردگی است، ما با هم باب میبریمش. پس دخله یدخلو رو باب هفتم برده‌اند، ادخله. همچنین باب هشتم هم بردگی هستند، دخله و دخلو تدخیل، یعنی در کار دخالت کردن، یا دخله و دخل تدخیل به معنای داخل کردن، با این معناها می آید. خب باب هشتم اگر بریمش، پس ادخله از باب هفتم بوده است به معنای داخل کرد، فعل متعدی. بعدش میگه جنتون. جنتون جنت، همون جنت، همون مکانی که الله تبارک و تعالی برای اهل ایمان آفریده است. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از اهل جنت بگرداند. آمین یا رب العالمین. پس این زحمت ها و کوشش های ما، ساعت ها درس کردن، وقت صرف کردن، مال صرف کردن برای اینترنت و برای اینها، همه اینها سببش چی است؟ انا همین جنت و راضیگی الله تبارک و تعالی است. تا اینکه الله از ما راضی شود، خدمت درای الله کنیم، داخل انا همین جنتی پرناز الله گردیم. الله سبحانه و تعالی برای ما و شما این جنت را نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. جنتون جنت، جمعش می شود جنانون، جنت ها، جنانون جنت ها. بعدش میگوید نارون. نارون آتش، یعنی دوزخ، علو. نارون آتش، دوزخ، علو. پس نارون جایی هست که الله تبارک و تعالی برای انسان‌های سرکش، برای انسان‌هایی که مخالفت فرمان الله را میکنند، کسانی که ضد علم و دانش و پیش راه علم میگیرند، برای اونها هست. نار برای اونها هست. الله سبحانه و تعالی از این نار ما و شما را نجات بتید و ما و شما را دور بگرداند از نار. همچنین گذشتگیامو پدر و مادرامونه و همچنین فرزندا و اهل و بیت مونه الله نجات بتید از نار. نیرانون. نیرانون جمع نارون هست، یعنی که آتش ها،
دوزخ ها، علوها. بعدش میگه عصا، عصا سرکشی کرد، عصا سرکشی کرد، مخالفت فرمان الله کرد، سرپیچی از فرمان الله کرد، یعنی فرمان الله را اطاعت نکرد. عصا سرپیچی کرد، فرمان برداری نکرد، مخالفت کرد. یعصی فرمان برداری نمی کند، مخالفت می کند، فرمان برداری نمی کند، مخالفت می کند یا سرکشی می کند. مصدرش می شود عصیانون، سرکشی کردن، سرکشی کردن یا مخالفت کردن، فرمان برداری نکردن. پس می شود عصای عصی را به معنای گناه کرد، گناه می کند هم بگه می شود، زیرا که همون گناه به معنای فرمان الله را به جا نیاوردن هست. همون گناه مخالفت فرمان الله، همون گناه سرکشی از فرمان الله گناه هست. گناه هم ترجمهش کنیم می شود عصا گناه کرد، یعصی گناه، عصیان گناه کردن. پس عصا یعصی از 22 باب صرفی از باب دویم هست، از باب دویم، از باب ضرب یضربو است، اما این ناقصی یایی است، به مثل رما یرمی است. عصا به مثل رما، یعصی به مثل یرمی. بعد از این میگه اشدو، اشدو یعنی سختتر، بسیار تر، اسم تفضیل است. بعدش میگه حمرتون، حمرتون یعنی سرخی، حمره سرخی را میگه، این مصدر هست. فعل ماضیش حمیره یحمرو است، فعل مضارعش، فعل ماضیش حمیره، فعل مضارعش یحمرو. پس حمیره یحمرو از 22 باب صرفی از باب چهارم است، از باب چهارم ثلاثی مجرد هست. حمیره یعنی سرخ شد، یحمرو سرخ می شود، حمرتون سرخ شدن مصدر هست. حمرتون سرخی، سرخ شدن. بعدش میگه که اشد حمرتن یعنی سرختر، اشد سختتر، حمرتن سرخ، اشد حمرتن سرختر. پس اشدو اسم تفضیل است، حمرتن این تمیزی اشدو است. برای چه منصوب است؟ به خاطر اینکه تمیزی اشدو است. این را در ذهنتون داشته باشید. پس میتونیم ترجمهش همچون تمیز ترجمه کنیم، میگیم که اشد حمرتن یعنی سختتر از روی سرخی، زیرا اینکه تمیز از رو گفته ترجمه میشه در تاجیکی. اشد حمرتن یعنی سختتر از روی سرخی، یا میتونیم بگیم سرختر، سرخ زیادتر. بعدش میگه اقل اجتهادن، اقل اجتهادن یعنی کوششی کمتر، اقل کمتر، کمتر از روی کوشش. اجتهادن مصدر اقل چی است؟ تمیز اقلو است، اقلو اسم تفضیل است، اجتهادن منصوب است به خاطر اینکه تمیز است. اقل اجتهادن یعنی که کمترین کوشش، کمترین از روی کوشش، یا میتونیم بگیم کوششی کمتر، چپانه ترجمهش میکنه. اول تمیزه، بعد اقل اسم تفضیل ترجمه میکنه، بگیم که کوششی کمتر. بعدش میگه بفضل الله یعنی به فضل و بزرگی الله، برحمت الله یعنی به رحمت الله، به رحمت و به رحمی الله سبحانه و تعالی. عددون، عددون عدد، ما شما میگیم عدد، عدد یعنی عدد. چند عدد داری؟ یعنی چند دانه داری، چند عدد. جمعش میشود اعدادون یعنی عددها، اعدادون عددها. میگه یصبح اقوا فاقوا یعنی که میگردد قویتر و پس قویتر. یصبح اقوا فاقوا میگردد قویتر و پس قویتر. یصبح به معنای صار یصیرو می باشد. یصبح اکثر فاکثر میگردد بسیارتر و پس بسیارتر. یصبح اکثر فاکثر میگردد بسیارتر و پس بسیارتر. بعدش میگوید قبل کل شیء یعنی پیش از هر چیز، قبل کل شیء پیش از هر چیز. پس این هست درس کلمه های نوی درس 89. با همین کلمه های نوی درس 89 به پایان رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 89.
صاحب کتاب میگوید هو یتکلم باللغة العربیة بسرعة و بسهولة، یعنی که وی سخن میگوید به زبان عربی تیز ده و به آسانی، یعنی تیز ده گپ میزنه، فکر کرده نه، بسهولت آسان، یعنی براش قین نیست زبان عربی گپ زدن. هو یتکلم باللغة العربیة بسرعة و بسهولة، وی سخن میکند، وی گپ میزند با زبان عربی تیز ده و به آسانی. اتلعب بشطرنجی، آیا بازی میکنی تو با شахمت؟ آیا بازی میکنی تو؟ این بار باید تعدیه بگیریم، بهتر و خوبتر هست. ترجمهش نکنیم، بگیم که آیا بازی میکنی شахمت؟ آیا شахمت بازی میکنی یا که شахمت بازی میکنی؟ اتلعب بشطرنجی، آیا بازی میکنی شахمت؟ همزه استفهام است، بریم آیا ترجمهش میکنه. آیا تلعبو بازی میکنی تو؟ بعد میگه نعم العب بالشطرنج و بالدام و انا بطل المدرسه فی الشطرنج. میگه بله، العب بازی میکنم بالشطرنج با شахمت یا با شахمت و بالدام و با ششکه و انا بطل المدرسه، من برنده مسابقه مکتب هستم، فی شطرنج در شطرنج، یعنی در شахمت یا در شахمت. نعم، نعم حرف جواب. العبو بازی میکنم من، فاعلش انا، بی شطرنجی و بی داما، عطف در جای شطرنج یا شطرنج هرچی گفتیم جایز است. و انا بطل المدرسه، و من برنده مسابقه مکتب هستم یا قهرمان مکتب هستم در شطرنج، در شахمت. بعدش میگوید اتاکل معی، یعنی آیا میخوری همراه من؟ اتاکل معی، آیا میخوری همراه من؟ میگوید لا انا شبعان لکنی آکل لانی جوعان لم اطعم منذ البارحة شیئا. میگوید نه، من سیر هستم، انا شبعان، من سیر هستم، لکنی، لیکن من میگوید آکلو، میخورم. آکلو در اصل اکلو با دو همزه، همزه دویم ساکن، همزه یکم متحرک، همزه دویم رو حرکت به موافق همزه دویم رو قلب به موافق حرکتی همزه اول کردیم، شد آکلو، من میخورم. اصل اکلو، میخورم من. لانی، لام تعلیل، زیرا اینکه من جوعانو، میگه گشنه هستم. لم اطعم، یعنی غذا نخوردم، طعام نخوردم، منذ البارحة، یعنی که از دیروز شب، شیئا، چیزی را. لم اطعم منذ البارحة شیئا، نخوردم از دیروز شب چیزی را. شیئا، چیزی را، مفعول به اطعم. لا انا شبعان لکنی آکل لانی جوعان لم اطعم منذ البارحة شیئا. میگه که نه، من سیر هستم، لیکن من اکو هم آدم یکی را گفت که بیا تمام بخوریم، همو اکو جواب داده سای. میگه تو سیر که باشی نخری، لیکن میگه من میخورم، من میخورم، زیرا اینکه من گشنه هستم، نخوردم از دیروز شب چیزی، نخوردم از دیروز شب چیزی را. بعدش میگه لا تشربو ولو شاین اما شایو فاشربو. میگه که نمی نوشی و اگر چایم باشد، اگه سوال جاد که سیر کی باشی نمی نوشی، اگر چایم باشد، نه که حتی چایم نمی نوشی. میگه اما شایو فاشربو، اگه گشنه آدم جواب داد که اما چای پس می نوشم، اما چای پس می نوشم. لا تشربو، لالای نافیه است. تشربو فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، فاعلش ضمیر تقدیر انت. ولو شاین، لو دربارش گفته بودیم، لو دربارش گفته بودیم که بعد لو کانه با اسمش حذف می شود. پس شاین برای چی منصوب است؟ بعد لو اومده است. برای چی منصوب است؟ به خاطر که شاین
خبری کانه محذوفه است، یعنی ولو کان شاین، یعنی که لا تشربو ولو کان الشیء شاین، یعنی نمی نوشی تو و اگر که باشد همون چیزی میدادگی من چای. ولو کان شیء، کان فعل ماضی، شیء اسمی کانه، شاین خبری کانه. پس از این حساب میگیم که شاین منصوب است به خاطر اینکه خبر کانه محذوف است. اما الشای فاشربوا، این اما تفصیلیه است. ما اما را گفتیم که این اصل کلام مهما یکن من شیء فالشای اشربوا، اصل کلام این طور است. اما اینجا اختصارش کرده است، زیرا که اما شرطیه هست یا نایب از جای ادات شرط است. باید ما فعل شرط جواب شرط بیابیم در اینجا. پس ما فعل شرط جواب شرط از کجا میابیم؟ میگیم اصل کلام این طور است. مهما از اسم های شرط، مهما یکون فعل شرط، مهما یکون من شیء، فشایو شایو مبتدا، اشربو جمله فعلی خبر شایو مبتدا. این فایی که فاشربو در اول اشربو مونده است، این پس شایو میآید، فشایو. این فای رابطه جواب برای شرط است، رابطه جواب است، فای رابطه جوابی شرط است. دقت دادید؟ پس جواب شرط الشایو اشربو است. پس این جمله اصلش مهما یکن من شیء فالشایو اشربو، یعنی هر چیزی که بشود پس چای می نوشم. هر چیزی که بشود، ترجمهش هر چیزی که بشود پس چای می نوشم، اگر که اصلش ترجمه کنیم. اما چیزی که نوشتگی است ترجمه کنیم اما شایو فاشربو، اما چای پس می نوشم. این طور ترجمهش میکنیم. این فایی که میبینید فای رابطه جواب برای این فای رابطه جواب شرط است. این فا را در ذهنتون داشته باشید، فای رابطه جواب برای شرط است. اما این شایو برای چی مرفوع است؟ برای مبتدا است. این شای مبتدا است، برای خاطر مرفوع است. اشربو جمله چی است؟ خبر هست. جمله فعلی خبر برای شایو است. شایو مبتدا است، اشربو خبرش است. ولا تشربو ولو شاین اما الشای فاشربوا، نمی نوشی اگر که چای هم باشد، اما چای رو پس می نوشم. بعدش میگه علی الولد المسلمی قبل كل شیء ان یفکر کیف یعمل عملا یرضی الله و ینصر دینه و ان یدعو الى الاسلام زملاءه الذين يدرسون معه ويعلمهم الصلاة ويبين لهم أن الله هو الذي خلق الناس وخلق العالم من العدم وأنه هو الذي يحيينا ويميتنا ويرزقنا. پس میگوید که علی الولد المسلمی جار مجرور متعلق به لازمون یا واجبون یا به ثابتون خبری مقدم گفتگی بدیم. این را اعراب شد در ذهنتون داشته باشید. علی الولد المسلمی یعنی واجب است بر فرزند مسلمان. مسلمی صفت ولد، علی الولد جار مجرور متعلق به کلون خبر مقدم. قبل کل شیء، قبل از ظرف است، کل مضاف، قبل مضاف، کل مضاف الیه، کل مضاف، شیء مضاف الیه. قبل کل شیء یعنی پیش از همه چیز. ان یفکر با تعویل مصدر خبر مبتدای مؤخر، علی الولدی خبر مقدم بود، ان یفکر با تعویل مصدر مبتدای مؤخر. ان یفکر یعنی فکر بکند، کیف یعمل عملا چطور انجام بدهد، یعمل را با زمان حال ترجمهش میکنیم. چطور عمل انجام بدهد، چطور کار را انجام بدهد، چطور انجام بدهد کار را. یرضی الله راضی بگرداند الله را. ببین فعل متعدی یرضی الله مفعول به یرضی، راضی بگرداند همین انسان الله را، همین ولد مسلمان الله را. و ینصر دینه و نصرت بتید دین الله را. و ان یدعو الى الاسلام زملاءه و باید دعوت بکند به سوی اسلام همدرسانش را، زملا و رفیقانش را. الذین همون زملایی که
همون همدرسانه که یدرسون معهو درس میخواند همراه همین ولد مسلم فرزند مسلمان و یعلمهم الصلاة و باید تعلیم بدهد ویها را، یعنی کسانی که اون درس میخواند همون درس میخواندگی هم کورسا و هم صنفانش را تعلیم بدهد نماز را، الصلاة نماز را، و یبین لهم و بیان بکند برای ویها، یعنی برای هم کورسان و هم درسان و هم صنفانش، ان الله هر آینه الله سبحانه و تعالی هو الذی خلق الناس، همون است که خلق کردگی است مردم را، و خلق العالم الله است که خلق کردگی است عالم را، دنیا را، جهان را الله خلق کرده است. از چی؟ من العدمی، از عدم، از نیستی به وجود آوردگی است. و انه هر آینه الله سبحانه و تعالی هو الذی یحیینا، اون الله است که ما را زنده میگرداند، و یمیتنا و ما را میمیراند، و یمیتنا و ما را میمیراند، و یرزقنا و ما را رزق میدهد، و یرزقنا یعنی ما را رزق میدهد. اکنون میگد که علی المسلمی علی الولد المسلمی قبل كل شيء ان يفكر. علی الولد المسلمی گفتیم که خبر مقدم، جار مجرور متعلق به کن خبر مقدم، ان يفكر با تعویل مصدر مبتدا مؤخر، کیف یعمل عملا یرضی الله و ینصره و ینصر دینه. یعمل عملا، عملا برای چی منصوب است؟ عملا به خاطر اون منصوب است که این مفعول مطلق برای یعملو است، یعمل عملا. یرضی الله، الله مفعول به، و ینصر دینه، دینه مفعول به، و ان یدعو، یدعو فعل مضارع منصوب به ان، الى الاسلام زملاء منصوب برای یدعو مفعول به یدعو، الذين صفت زملاء یدرسون معه، یدرسون معه این جمله فعلی صله الذين صله موصوله، و یعلمهم، یعلم معطوف در جای یدعو، واو عاطفه، یعلم معطوف در جای یدعو، یدعو منصوب است پس یعلم برای همون منصوب شد. یعلم فاعل ضمیر مستقر هو، هم این مفعول به اول برای یعلم است. الصلاة مفعول به دوم یعلم است، زیرا که علم یعلم دو مفعول میگیرد. بعدش میگوید و یبین، واو عاطفه یبین عطف است با جای یدعو، برای خاطر یبین آخرش فتحه میکنیم برای یدعو منصوب است به انی، به ان. و یبین لهم و بیان کند برای ویها، ان الله، الله برای چی منصوب است؟ به خاطر که اسم ان است. هو میتونیم دو اعرابش کنیم، هو مبتدا الذی خبر، یا هو ضمیری فصل، هو ضمیر فصل لا محل، الذی خبری ان، الذی خبری ان، میگیم الذی اسم موصول مبنی علی السکون فی محل رفع خبری ان. دقت دادید؟ اما هو را مبتدا گفتیم، هو مبتدا الذی خبر، پس جمله فعلی هو الذی، جمله فعلی در محل رفع خبری ان می شود. در هر دو صورت ما باید ان را خبرش بیابیم. هو الذی خلق الناس جمله فعلی صله الذی می شود، صله موصول لا محل، خلق فعل ماضی، ناس مفعول به، و خلق العالم عطف جای خلق اول، خلق العالم مفعول به، من العدم، و انه این هو باز اسم ان، هو می شود مبتدا ترجمهش کنیم الذی را خبر، یا می شود هو را ضمیر فاصل بگیریم الذی را خبری ان بگیریم، چطوری که در ان الله هو الذی گفتیمش. یحیینا، یحیینا زنده میگرداند ما را، زنده میگرداند ما را، پس این یحیینا صله الذی است، صله موصول لا محل، و یمیتنا این عطف از جای یحیینا میمیراند ما را، و یرزقنا عطف از جای یحیینا پس رزق میدهد ما را. اکنون در اینجا ان الله هو الذی، همین ضمیر فصل برای چی میارن؟ سببش در چی است که ضمیر فصل میارن؟ ضمیر فصل به خاطر آن میارن، یعنی یکی از سببهاش و عمده ترین مهمترین سببش همین است که اگر همین هو نباشد
انسان خیال میکند که اینجا ان الله هو الذی، این الذی صفت الله است، زیرا که الذی صفت میآید، پس صفت الله خیالش میکند اگر همین هو نباشد. اما اگر هو باشد دیگر ما میدونیم که الذی صفت الله شدن نمیتواند، پس معلوم میشد که الذی صفت الله نیست. دقت دادید؟ برای همین خاطر این ضمیر فصل میآید. اما درس گذشته اگر یاد شما باشد ما جمله را درس گذشته بیان کرده بودیم. درس گذشته در جای بود جمله الله الذی، الله کی، در کجای بود خلاصه ما درس گذشته الله را مبتدا ترجمه اعراب کردیم. پس الذی را ما صفت گرفتیم برای الله. پس اینجا بود ببینید الله الذی منحک کل هذا. پس بهتر است که بگیم الله، این موضوع درس گذشته است، اما برای فهمیدن و برای چی بهتر و خوبتر است، یا برای اصلاح بگیم، زیرا که درس گذشته ما گفتیم الله مبتدا الذی خبر و آمدیم من نعمین را صفت گرفتیم، من نعمین را معذرت میخوام من نعمین را خبر گرفتیم. اما بهتر و خوبتر اینجا ما بگیم الله مبتدا الذی خبر، الله مبتدا الذی خبر. این طور بهتر و خوبتر هست. الله کی داد، الله کی داد تو را همه این نعمت ها را و غیر این نعمت ها را از نعمت ها، یعنی بخشید برای تو همه این را و غیر اینها را از نعمت ها. من بیانیه، نعمین جار مجرور متعلق، من نعمین جار مجرور متعلق به منحکه. پس لا تحصا صفت از نعم، نعمت ها چنانه هست که صفتش همین است که شماریده نمی شود، حساب کرده نمی شود. پس بهتر و خوبتر از اونه که ما میگیم من نعمین خبر، این من نعمین رو بگوییم جار مجرور متعلق به منحه، به فعل منحه، و این الذی را ما بگیریم صفت، الذی را بگیریم خبر برای الله، الله مبتدا الذی خبر. دیدید؟ پس همینجا اگر که صاحب کتاب هو را نوشته میکرد پس ما دیگر درس گذشته اشتباه نمی کردیم، یا درس گذشته می دانستیم که هو ضمیر فصل است، الذی صفتی الله شده نمی تواند. پس در اینجا در داخل قوس این هو را می نویسیم تا اینکه در آینده برای کسانی که می خوانند اشکال پیش نیاید. اما را در داخل قوس می نویسیم الله هو الذی، الله مبتدا، هو ضمیر فصل، الذی این چی است؟ این صفت است یا این خبر است برای الله، این ضمیر فصل. یا قوس را میگیریم، بهتر و خوبترش همین طور است، قوس را میگیریم و این علاوه را چطوری که شما دیده استودید بنده علاوه کردم، به خاطر آنه که اعراب ده غلط و خطا نشود کسانی که این کتاب را میخوانند. پس میخوانیم دوام درسمون را. اینجا بودیم که على الولد المسلم قبل كل شيء أن يفكر كيف يعمل عملا يرضي الله وينصر دينه، وأن يدعو إلى الإسلام زملائه الذين يدرسون معه ويعلمهم الصلاة ويبين لهم أن الله هو الذي خلق الناس وخلق العالم من العدم وأنه هو الذي يحيينا ويميتنا ويرزقنا. یعنی که واجب است بر فرزند مسلمان پیش از همه چیز فکر بکند چی طور کار را انجام بدهد، چی طور انجام بدهد کار را که راضی بگرداند الله را و نصرت بدهد دین الله را و دعوت کند به سوی اسلام همدرسان و همسنفانش را، کسانی را که میخوانند همراه وی، و تعلیم بدهد ویها را نماز، و تعلیم بدهد برای ویها نماز را، این تا ترجمه کنیم بهتر است، و تعلیم بدهد برای ویها نماز را و بیان بکند برای ویها هر آینه الله سبحانه و تعالی اون ذات است که اون خالق است که خلق کردگی است مردم را
و خلق کردگی است دنیا را، عالم را، جهان را از نبودی، از نیستی. و هر آینه الله سبحانه و تعالی اون ذات است که زنده میگرداند ما را و میمیراند ما را و رزق میدهد ما را. پس این را باید هر یک فرزند مسلمان این دعوت را داشته باشد. این وظیفه هر یک مسلمان هست. در هر جای دنیا هستید، در هر دولتی هستید، چی در تاجیکستان و چی در بیروی تاجیکستان، باید در فکرتان، در ذهنتان همیشه فکر دعوت باشد. زیرا که زندگی ما برای دعوت است. ما در دنیا برای دعوت هستیم، نه برای خانه و مال و پول و نه برای آباد کردن دنیا. این آباد کردن دنیا علت بعدی است. علت اساسی این عبادت الله، دعوت کردن مردم برای شناختن الله است. پس این درس های عربی ما هم برای چی است؟ برای اون که مردم حق را بشناسن. برای همین خاطر هر سخن صاحب کتاب به اعتقاد به حق به قرآن و سنت مخالفت دارد، او را من حذف میکنم، او را من از بین میبرم. چرا؟ زیرا اینکه مقصد ما اصلاح عقیده است. مقصد ما علم سالم و درست رساندن است. اگر که خطا هست، چرا من برای شما خطا را تقدیم بکنم؟ اگر که غلط است، اگر سخنش ناحق است، اگر سخنش باطل هست، پس چرا من سخن باطل برای شما برسانم؟ از این حساب درس گذشته درس گفتیم که درباره ایران و اون دجال یا دسته و برای اخوان المسلمین، حزب اخوان المسلمین و اونها گپ بود، ما او را از بین بردیم. چرا؟ زیرا که گپ باطل است. اینا مبتدع و بدعتکار هستند. اون شیعه مشرکی دجال یک دسته است. چرا ما سخن اونها را بیاریم برای شما یا تعریف اونها را برای شما ما تقدیم بکنیم؟ اونها یک گمراه و جاهل هستند. اون مشرک است، ایش مبتدعی حزبی گمراه است. از این حساب اونها را این طور سخنان را جا نمیکنیم. در آینده ولی چندین جایها میآید، مخصوصا در آخر کتاب مسئله اعتقادی بیان میکند که در اونجا تغییرات کلی وارد میکنیم تا اینکه سالم و درست برای شما ما بتوانیم برسانیم. اما خبر میکنم به خاطر اینکه خیانت در علم نشود، خبر میکنم که من این کار را میکنم. خبر میکنم که من این کتاب را بنده این کتاب را به همین طریق درس میگویم. اصلاح میکنم کلمه‌ای که مخالف با قاعده طریق نوشته که مخالف با قاعده زبان عربی است، اصلاحش میکنیم. مخالف با قرآن و سنت است، اصلاحش میکنیم. یگان سخن‌هایی که مخالف با عقیده است، اصلاحش میکنیم. و آهسته آهسته اصلاح کتاب را انشاءالله چاپ که شد یا کتاب بود که شد بعد درس دادن ما، یا کتابی مفید، یا کتابی با دردخوره، یا کتابی با فایده برای شما انشاءالله تقدیم و پیشنهاد خواهیم گردانید. خب دوام صحبت میگه که و اذا متنا فهو یحیینا ثانیه فمن اطاعه و نصر دینه ادخله الجنه و من عصاه ولم ینصر دینه ادخله النار. میگه که و اذا و هر زمانی که متنا مرد ما، فهو ببین جدا میت ما تیموتو از باب ثلاثه مجرد است، برای میگه مرد ما. اما اماتا یومیتو بمیراند ما را. دقت دادید؟ فعل لازم از باب ثلاثه مجرد باشه با چی معناست؟ از باب غیر باب ثلاثه مزید بردیم چی معنا میتید؟ برای هم خاطر در ترجمه بسیار ماده فایده میتید این بابهای صرفی. و اذا متنا و هرگاهی که ما مردیم، فهو یحیینا ثانیه، پس اون الله است که زنده میگرداند ما را بار دیگر. ثانیه بار دیگر. فمن اطاعه، پس هر کسی که اطاعت کند الله را و نصر دینه و نصرت بدهد دین الله را، ادخله الجنه، داخل میکند وی را الله به جنت. الله سبحانه و تعالی وی را در جنت داخل میکند. و من عصاه، و هر کسی که عصیان و نافرمان برداری الله کند، سرکشی بکند از فرمان الله، ولم ینصر دینه، و دین الله را نصرت ندهد، دعوت نکند، برای دیگرها حق از باطل جدا کننده ندهد، ولم ینصر دینه، نصرت ندهد دین الله را، ادخله النار، داخل میکند الله سبحانه و تعالی وی را در دوزخ.
در آتش جهنم داخلش میکند. و اذا متنا، اذا شرطیه است، متنا فعل ماضی فعل شرط، فهو جواب شرط، فای رابطه جواب برای جواب شرط. و اذا متنا، هرگاهی که مردیم، این شرط است، هر زمانی که ما میمیریم پس چی میشود؟ فهو یحیینا ثانیتا، پس اون الله است که ما را دفعه دوم زنده میگرداند. فای رابطه جواب، هو مبتدا، یحیینا جمله فعلی خبری هو، جمله فعلی در محل رفع خبری هو، یحیینا فعل فاعل مفعول به، ثانیتا برای چه منصوب است؟ ثانیتا، این ثانیتا نایب از جای مفعول مطلق است، نایب از جای مفعول مطلق است. اصلی کلام چی طور است؟ اصلی کلام این طور است که فهو یحیینا حیاتا ثانیتا، اصل این طور است، فهو یحیینا، پس وی زنده میگرداند ما را، حیاتا زنده گردانیدن دوم، بار دوم. دقت دادید؟ حیاتا، این یا میتونم بگم از خود فعل بگیریم، فهو یحیینا احیاء ثانیا، احیاء ثانیتا، پس وی زنده میگرداند ما را یا میبخشد برای ما حیات دوم. احیاء یا حیاتا مفعول مطلق برای یحیینا است و ثانیتا صفتی همون حیاتن هست، اما حیاتن رو حذف کردیم، صفتش ثانیتا در جای حیاتن آمد، برای هم خاطر میگه منصوب است، به خاطر اینه که مفعول مطلق نایب از جای مفعول مطلق می باشد. فمن اطاعه، پس هر کسی اطاعت کند الله را، من شرطی است، این را هم دقت بدید، من شرطی، اطاعه فعل شرط در محل جزم فعل شرط، اطاعه و نصر دینه، عطف در جای اطاعه حال جواب شرط نیامده است. فمن اطاعه و نصر دینه ادخله الجنه، این جواب شرط است، ادخله الجنه، یعنی کسی اطاعت کند الله را و نصرت بتید دین الله را، داخل میکند وی را الله سبحانه و تعالی به جنت، ادخله الجنه، داخل میکند الله سبحانه و تعالی وی را در جنت. دقت دادید؟ ادخل الجنه جواب من شرطی است، جواب شرط است. پس ادخله فعل ماضی، فاعل ضمیر مثل تقدیر هو برمیگردد به الله، هو این ادخله، هو این هو مفعول به ادخله است، مفعول به ادخله، ادخله یا مفعول به میگیرد، اما الجنه برای چی منصوب است؟ این هو مفعول به ادخله است، اما جنته برای چی منصوب است؟ پس در اعراب جنته ما میگیم که منصوب علی نزع الخافض، یعنی اصل کلمه ادخله فی الجنتی است، فی حرف جر است، فی را گرفتن پرتافتن، جنتی را جنته کردن، شد منصوب، یعنی فتحه دارد، نصب است علی نزع الخافض، به خاطر اینکه خافض حرف جرش گرفتن پرتافتن. دقت دادید؟ این نازکی اعراب الجنته. برای همون در ترجمه همون فی را ترجمه میکنه، میگیم که داخل میکند الله وی را در جنت. ببین در جنت، همون فی حذف شدگی را ما ترجمه میکنیم. و من عصاه ولم ینصر دینه، این من شرطیه، عصاه فعل شرط در محل جزم، ولم ینصر دینه ای در واو عطفه، ولم ینصر دینه عطف در جای عصاه، ادخله جواب شرط، ادخله جواب شرط، ادخله النار، النار باز هم به مثل الجنته منصوب است علی نزع الخافض. اصلی کلام این طور بود که ادخله فی الناری، داخل میکند وی را در آتش جهنم. برای در ترجمه میگیم که ادخله النار، داخل میکند وی را در آتش جهنم. و اذا متنا فهو یحیینا ثانیتا فمن اطاعه و نصر دینه ادخله الجنه و من عصاه ولم ینصر دینه ادخله النار، یعنی که هرگاهی که مردیم ما، وفات کردیم ما، پس اون الله است که زنده میگرداند ما را بار دیگر. پس هر کسی که اطاعت بکند الله را و نصرت بتید دین الله را، فایدهش همین است که داخل جنت، داخل میکند وی را الله در جنت. و هر کسی که سرکشی بکند و نصرت ندهد دین الله را، ضررش همین است که داخل میکند وی را الله در دوزخ.
بعدش میگوید هذا الحبر اشد حمرة من ذاک، یعنی که این رنگ، حبر رنگ، این رنگ اشد حمرة